سلام بچه ها، من ارزا حقی هستم، پلیر ماینکرافت. من اومدم امروز خونه‌مو بهتون نشون بدم. الان که داریم میبینین، من میخوام الان همینطور که اینجا میبینین من 95 تا خونه دارم، همه شونم قشنگم بچه ها. الان میخوام بهتون شخصیت کارتونی بهتون نشون بدم. اگه بتونم پیداش کنم بهتون نشون میدم. بچه من خیلی زیاد خونه دارم، همینطور که ببینید 95 تا. الان میخوام بهتون نشون بدم، ببینم میتونم پیداش کنم. بچه من 40 ستون حتی درست کردم اینا. الان بهتون نشون میدم. بچه ها اینا شخصیت کارتونی منه، خیلی ادامه داره، خیلی زیاده. من میخوام از اول بهتون نشون بدم. یک لحظه صبر کنید برسیم به اولش. همینطور که دارین تماشا میکنید ما همینطوری بریم ببینیم میتونیم بهتون نشون بدم. خیلی زیاده بچه ها خونه های من، دیدین که 95 تا خونه ساختم، همش هم ویلایی. ببینید نگاه کنید بچه ها، تا شمشیر من براتون ساختم و نگاه کنید. بچه ها یکی از شخصیت کارتون که من خوشم میاد همینا رو که ساختم، از اینا خوشم میاد. گروه نمیدونم چی اسم کارتونشو یادم نمیاد، از اینا خوشم میاد. همینطور که رو به رومه این هم مثلا فلافل جات و این چیزا اینه که خودتون میدونین چیه. خب بچه رسیدیم به اولشو، بریم که بهتون نشون بدیم. خب اولی، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، 6، 7، 8، 9، 10، 11. خب بچه اینجا حساب کنیم، اینا رو نگاه کنید بچه ها چه کارتون خفنی براتون ساختم. خب همینطوری که ما داریم میریم بغل دارم. خب 11 بودیم بچه ها، 12، 13، 14، 15. بچه این نگاه کنید چه خفنه. چند بودیم؟ 15، 16، 17، 18. اینم سونیک اینجا 19، 20، 21. خب بچه های رو بهتون نشون بدم چه خفنه. تو کارتون ماریو چیه؟ خب چند بودین؟ 19، 20، 21. بچه های 18 ناکنه چه خفنه. 22، 23 نگاه کنید، 24، 25، 26. بچه ها نمیمونه، 27، 28، 29. جوکر 30 نگاه کنید، 31، 32، 33، 34، 35، 36. بچه ها من نمیخواستم ویدیو طولانی بشه، معذرت بخوام. اینم از شخصیت کارتونی های من، برای اینکه ثابت کنم من واقعا یه پلیر ماینکرافتم. تا یه ویدیو دیگه، یه جوهای دیگه، خدا نگهدار. بچه ها یه چی بهتون بگم، من اینو خودم میگیرم، فکر نکنید که مثلا درست نکرده خودشو این فلان مثلا. من اینا رو کنم خودم درست کردم، همشم با زحمت.
خدا نگهدار.